فردا تو محکمه میبینمت. یعنی میتونه کاری کنه اوسا؟ نمیدونم چرا اینقدر خیالم راحت شد، با اینکه هیچ کاری نکرده ولی با حرفاش آرامش زیادی پیدا کرد. آره اوسا، منم خیالم یه کمی راحت شد. اون فقط ما رو به یاد کسی انداخت که همیشه کنار ما و در هر حالی مراقب ماست، ولی ما همیشه اونو فراموش میکنیم و هر کاری رو به خودمون نسبت میدیم. برو ببین میتونی این بهلول رو پیداش کنی یا اونم مثل بقیه همشریاش دروغگوه. چشم موسا. رفته بودم اونجا ولی بربنده رو بودم قراره بیاد. آره خب جناب تاجر چی کار کردی؟ پول این پیرزن رو تهیه کردی یا نه؟ نه جناب قاضی، شما که میدونین من تو این شهر غریبم و کسی رو نمیشناسم که این پول ازش بگیرم. تمام اموالم هم که در اختیار شماست. پس منم نمیتونم کاری برات انجام بدم و علیرغم میل باطنی مجبورم همان اموالتو به این پیرزن بیچاره ببخشم. به خاطر خدا نه، این تمام دارایی منه که در تمام عمرم به دست آوردم. مگه اون مرغ و تخم مرغ چقدر میارزید جناب قاضی؟ رأی ما همون بود که گفتیم. نگهبان، محکمه تعطیله. اوسا اومد، بهلول اومد. سلام بر قاضی بزرگ شهر. با سر و کله این مزاحم پیدا شد. نگهبان، اموال این جوانو بدین. درود بر قاضی القضات شهر بغداد، مظهر عدل و عدالت، کسی که حق مظلوم از ظالم میگیره و دشمن بدکارانه. جناب قاضی، عده‌ای تو زمینهای شما مشغول کاشتن گندم بودن. بهشون گفتم شما گفتین گندم رو اول بو بدن بعد بکارن. گندم رو بو بدن؟ من کی همچین غلطی کردم؟ همین امروز صبح. آخه کدوم احمقی گندم رو بو میده بعد میکاره؟ مگه گندم بو داده جوانه میزنه؟ چرا نزنه قربان؟ جایی که تخم مرغ پخته رو زیر مرغ پخته میذارن و این همه مرغ و جوجه درست میشه، چرا نباید گندم بو داده سبز بشه؟